سلام، به صدای خواب خوش اومدیم. امشب با هم افسانه سنگ صبور رو میشنویم از داستان‌های قدیمی ایرانی که روایتی از صبر، رازهای نگفته و امید. حالا چشماتو ببند، یه نفس عمیق بکش و آروم آروم همراه با من به دل این قصه سفر کن. در روزگارانی نه چندان دور، در شهری که آفتاب هر صبح بر دیوارهای کاهگلیش میتابید و عطر نارنج و یاس در کوچه های باریکش میپیچید، بازرگانی بسیار توانگر زندگی میکرد. خانه‌اش بزرگ و آباد بود. حوضی پر از آب زلال در میانه حیاط داشت و باغچه‌هایش در همه فصل‌ها بوی گل میداد. مردم شهر او را به خوشنامی و دستگیری از نیازمندان می‌شناختند. با این همه روشن‌ترین چراغ زندگی او نه پول بود نه طلا، بلکه تنها دخترش فاطمه بود. فاطمه دختری بود آرام، زیبا و نازپرورده. دختری که پدر و مادرش همه مهر خود را در دل او ریخته بودند. برای آن دو فاطمه فقط یک فرزند نبود، بلکه همه امیدشان بود. روشنی خانه، لبخند روزهایشان و آرامش شبهایشان. او در آسایش بزرگ شده بود و دستش کمتر به رنج و سختی رسیده بود. جهان برایش تا آن روز بیشتر شبیه باغی روشن و امن بود تا جایی پر از بیم و اندوه. هر صبح وقتی پرتو خورشید از میان شاخه‌های درختان حیاط می‌گذشت و روی فرش‌های اتاقش نقش می‌بست، فاطمه با آواز گنجشک‌ها از خواب برمی‌خاست. کوزه سفالیش را برمی‌داشت و با قدم‌های آرام راه مکتب خانه می‌شد تا نزد ملا باجی خواندن و نوشتن و آداب زندگی بیاموزد. اما چندی بود که راه هر روزه او رنگ آرامش گذشته را نداشت. در میانه همان راه آشنا، جایی که سایه درختان کهنسال بر خاک می‌افتاد و باد آهسته از میان برگ‌ها می‌گذشت، صدای غریب و هراس‌انگیز به گوشش می‌رسید. نه صدای انسان بود و نه نوای پرنده. انگار از دل خاک برمی‌خاست و آرام و پیوسته می‌گفت: ای فاطمه، بدان که قسمت تو در این دنیا مردی مرده است. فاطمه نخست کوشید آن صدا را خیال بداند، اما صدا هر روز باز می‌گشت، روشن‌تر، نزدیکتر و سنگین‌تر از پیش. کم کم ترس در دل دختر جوانه زد. دیگر راه مکتب خانه برایش همان راه همیشگی نبود. هر بار با دلآشوبی می‌رفت و با رنگی پریده باز می‌گشت. شبها دیرتر به خواب می‌رفت و صبحها با نگرانی چشم می‌گشود. انگار سایه‌ای نادیدنی در تعقیب او بود. روزی از روزها نزدیک ظهر، فاطمه برای آوردن آب به چشمه پایین آبادی رفت. هوا گرم بود و سکوتی سنگین روی دشت افتاده بود. او خم شد تا سبویش را از آب روشن چشمه پر کند که ناگهان حس کرد کسی نگاهش می‌کند. سر بلند کرد و مردی را دید با چهره‌ای غریب و جامه‌ای تیره. مردی بلند بالا که انگار یک بار از میان مه و سنگ پدیدار شده بود. ترس بر جان فاطمه افتاد. کوزه از دستش رها شد و بر زمین افتاد. مرد با صدای ژرف و سرد گفت: ای فاطمه، از آنچه نوشته شده گریزی نیست.
سرنوشت تو این است که سالها بر بالین جوانی خاموش بنشینی، او را باد بزنی و برایش قرآن بخوانی تا که طلسمش بشکند و پس از آن نیز سالهای دیگر رنج و خواری بکشی. فاطمه گریان و هراسان به خانه برگشت. آن شب تب داشت و تا سپید دم آرام نگرفت. وقتی سرانجام ماجرا را برای پدر و مادرش باز گفت، آن دو از بیم و اندوه درمانده شدند. بازرگان که هرگز نخواسته بود سایه‌ای از غم بر زندگی دخترش بیفتد، با شتاب تصمیم گرفت از شهر کوچ کند. خیال میکرد اگر از آن دیار دور شوند، دست تقدیر نیز به آنان نخواهد رسید. پس بیدرنگ دارایی‌هایش را فروخت، اسب‌ها را آماده کرد، آذوقه را برداشتند و در شبی خاموش و بی صدا شهر را پشت سر گذاشتند. روزها و شبها گذشت. آنها از دشت‌های سوزان و راه‌های سنگلاخ گذر کردند. گاه باد داغ بیابان بر چهرهشان می‌خورد و گاه شب سرمای ناگهانیش را بر تن خسته‌شان می‌پاشید. هرچه پیشتر می‌رفتند راه دشوارتر و امید کمرنگ‌تر می‌شد. آذوقه رو به پایان بود و اسب‌ها از خستگی به سختی گام برمی‌داشتند. در جایی دور افتاده که نه آبادی در آن دیده می‌شد و نه رهگذری، ناگهان در افق باغی بزرگ و سرسبز نمایان شد، چون نگینی سبز در میان بیابانی خشک. پدر و مادر از فرط درماندگی در سایه درختی نشستند تا نفسی تازه کنند. اما نگاه فاطمه به در بزرگ باغ گره خورده بود. چیزی در آنجا او را می‌خواند. کششی خاموش و ناگزیر، همانند دستی نادیدنی که او را به سوی سرنوشتش می‌برد. آهسته پیش رفت، دست بر در گذاشت و آن را گشود. هنوز چند قدم بیشتر بر نداشته بود که ناگهان در پشت سرش با صدایی سهمگین بسته شد و چنان در دل دیوار ناپدید شد که گویی هرگز دری در آنجا نبوده است. پدر و مادر با شیون و اندوه پشت دیوار ماندند. هرچه فریاد زدند و بر دیوار کوبیدند سودی نداشت. دیوار بلند و خاموش بود و پاسخی نمیداد. سرانجام با دلی شکسته گمان بردند که دخترشان را تقدیر از آنان گرفته است. پس گریه کنان و بی‌پناه از آنجا دور شدند. فاطمه در باغی خاموش و شگفت‌انگیز تنها ماند. درختان بلند، جوی‌های زلال و گل‌های فراوان آنجا باغ را شبیه بهشتی خاموش کرده بود. اما سکوتی سنگین در همه جا جاری بود. او از راهی سنگ فرش گذشت و به قصری رسید با شکوه، با تالارهای بلند و ستونهای روشن. بوی عود و گلاب در هوا پیچیده بود، اما از آدمی هیچ نشانی نبود. فاطمه با دل لرزان از میان اتاقهای تو در تو گذشت تا سرانجام به تالار اصلی رسید. در میانه تالار بر تختی آراسته جوانی خفته بود. جوانی زیباروی که چهرش با آن همه خاموشی هنوز شکوه زندگی را در خود داشت.
آنقدر آرام و بی حرکت بود که اگر جنبش آهسته سینه اش دیده نمیشد، هر کسی گمان می برد که جان در بدن ندارد. بر بالین او بادبزن‌های رنگین گذاشته بودند و کنار تختش کتاب‌های قرآن بر رحل چیده شده بود. همانجا بود که فاطمه با تمام وجود فهمید راه گریزی در کار نیست. این همان سرنوشتی بود که بارها در گوشش زمزمه شده بود. دختر با تنی لرزان کنار تخت نشست. نخست ترسیده بود، اما رفته رفته در دلش چیزی فراتر از ترس شکل گرفت. دلسوزی، مهر و احساسی ناشناخته که خودش هم نامش را نمی‌دانست. با خود عهد کرد تا آنجا بماند و از آن جوان مراقبت کند، هرچند نمی‌دانست این راه تا کجا ادامه خواهد داشت. از آن پس زندگی فاطمه رنگ دیگری گرفت. هر صبح با نور خورشید بیدار می‌شد، وضو می‌گرفت، قرآن می‌خواند و صدای آرامش در تالارهای خالی می‌پیچید. در ساعتهای بلند روز و در سکوت کشدار شب بادبزن را در دست می‌گرفت و نسیمی خنک در چهره جوان می‌نشاند. گاهی با او که پاسخی نمی‌داد آرام حرف می‌زد، از خانه پدری، از روزهای کودکی، از دلتنگی‌هایش و از امیدی که هنوز به معجزه‌ای نامعلوم داشت. کم کم آن قصر خاموش با صدای نفس‌های او، ورق خوردن قرآن و زمزمه‌های شبانه‌اش جان می‌گرفت. فصل‌ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند و گذشتند. بهار با شکوفه‌هایش آمد، تابستان با گرمایش، پاییز با برگریزانش و زمستان با شب‌های بلندش. اما کار فاطمه همان بود که بود. او نه شکایتی کرد و نه عهدش را شکست. تنهایی همدمش شد، سکوت رفیقش و صبر جامه‌ای که هر روز بیشتر بر تن روحش می نشست. چهرش از بیداری و رنج رنگ باخت و دستهای نازک و نرمش از کار و بیخوابی دیگر مانند گذشته نبود. اما دلش استوارتر شد. گویی در آن سالها دختری نازپرورده آرام آرام به زنی بردبار و ژرف تبدیل شد. سالهای انتظار سرانجام به پایان خود نزدیک شد. در روزهای آخر فاطمه حس می کرد که چیزی در هوای قصر تغییر کرده است. انگار خواب سنگین جوان رو به پایان بود. لش میان شادی و اضطراب می تپید. با خود گفت اگر لحظه بیداری نزدیک است باید پاکیزه و آراسته باشم، نه برای زینت بلکه برای آنکه این پایان رنج را با دلی روشن استقبال کنم. پس به سوی چشمه باغ رفت تا تن از خستگی سالیان سال بشوید. در همان هنگام صدای کاروانی از دور به گوشش رسید، صدایی زنده و انسانی. پس از آن همه سال سکوت. فاطمه با شتاب خود را به کنار دیوار رساند
و کاروانی را دید که از سفر باز می‌گشت. از شوق دیدن انسانی دلش لرزید. از آنان خواست اگر کنیزی برای فروش دارند به او بفروشند تا در کارها یاریش کنند. کاروانیان کنیزی را پیش آوردند و فاطمه بیخبر از آنچه در تقدیرش پنهان بود او را خرید و به قصر آورد. پیش از آن که برود با همه تأکید به کنیز گفت من سالهای دراز بر بالین این جوان بیدار ماندم. اکنون تنها اندکی زمان می رود و من می روم و باز می گردم. تو این باد بزن را از دست مگذار و خواندن آیات را ادامه بده. کنیز سر تکان داد اما در نگاهش چیزی از صداقت موجود نبود. هنوز صدای پای فاطمه از تالار دور نشده بود که کنیز به طمع افتاد. آخرین آیات را با شتاب خواند و باد بزن را تکان داد. همان لحظه جوان نفسی عمیق کشید، پلک‌هایش لرزید و چشم گشود. پس از آن خواب دراز نخستین کسی که دید همان کنیز بود که بالای سرش نشسته است. کنیز بیدرنگ خود را به گریه زد و گفت که سالها بر بالین او بیدار مانده و جانش را برای زنده شدن او فرسوده است. اندکی بعد فاطمه با دلی روشن و پر امید بازگشت، اما آنچه دید چون صاعقه بر جانش فرود آمد. جوان به کنیز با مهربانی می‌نگریست و کنیز نیز با نیرنگ فاطمه را خدمتکاری آواره معرفی کرد که به قصر آورده است. جوان که از حقیقت بی‌خبر بود سخن او را باور کرد. فاطمه چیزی نگفت، نه از 7 سال رنجش سخن راند، نه از شب‌های تنهایی و نه از عهدی که به پای آن جوان گذاشته بود. تنها سر فرود آورد و خاموش ماند. از آن روز او در همان قصری که با صبر خود زنده‌اش کرده بود به خدمتکاری مشغول شد. رنج دوم او از رنج نخستش تلخ‌تر بود. این بار نه سکوت قصر آزارش می‌داد و نه خستگی تن، بلکه دیدن جایگاه از دست رفته و خاموش ماندن در برابر ستمی بود که بر او رفته بود. روزها در مطبخ میان دود و هیزم کار می‌کرد و شبها خسته و غمگین سر بر حصیر کهنه می‌گذاشت. با این حال در دلش هنوز نوری خاموش نشده بود، نوری کمسو اما ماندگار، از جنس همان امیدی که آدمی را زنده نگه می‌دارد. مدت‌ها گذشت تا روزی جوان که اکنون فرمان روای آن دیار شده بود تصمیم گرفت به سفری دور برود. پیش از رفتن از همسر پنداشته خود پرسید چه سوغاتی می‌خواهد. کنیز با آزمندی از جواهر و جامه‌های گرانبها سخن گفت. سپس جوان از سر مهربانی یا شاید از روی عادت نزد فاطمه هم رفت و از او پرسید چه می‌خواهد. فاطمه آرام سر بلند کرد. در نگاهش اندوهی کهنه موج می‌زد، اما صدایش آرام بود. او گفت
من چیزی گران نمیخواهم. اگر خواستی برایم سنگ صبور و کاردی جوهری بیاور. جوان به سفر رفت و هرچه کنیز از او خواسته بود برایش خرید، اما خواسته عجیب و ساده فاطمه را فراموش کرد. در راه بازگشت ناگهان اسبش از رفتن باز ماند و هرچه کوشید سودی نداشت، گویی که اسب میخواست به او چیزی را یادآور شود. در همان جا و همان لحظه جوان سخن فاطمه به یادش آمد. پس به شهر بازگشت و از پیرمردی دانا سنگ صبور و کاردی جوهری خرید. هنگام سپردن سنگ پیرمرد به او گفت: این سنگ با راز دل آدمیان پیوند دارد. اگر درد کسی راست و ژرف باشد، سنگ آن را در خود می کشد و تاب نمی آورد. جوان با اندیشه آشفته به قصر بازگشت. شب که همه جا آرام شد سنگ و کارد را به فاطمه داد. فاطمه آن دو را گرفت و به اتاق کوچک و تاریک خود رفت. جوان که در دلش شکی مبهم افتاده بود بی صدا پشت در انتظار ایستاد. در اتاق تنها روشنایی شمعی کوچک دیده میشد. سایه فاطمه بر دیوار می‌لرزید. او سنگ را پیش روی خود گذاشت، کارد را در دست گرفت و پس از سکوتی بلند با صدای شکسته گفت: ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ من که در خانه پدرم در ناز و نعمت بودم، سالهای دراز بر بالین جوانی خفته نشستم، برایش قرآن خواندم، با باد بزن بر او نسیم نشاندم، تنهایی کشیدم و جوانیم را در پای عهدی نادیده گذاشتم. من امید داشتم روزی که چشم بگشاید حقیقت را در نگاه من خواهد دید، اما آن دم که بیداریش فرا رسید دیگری جای مرا گرفت و من خاموش ماندم. نه فقط خاموش، سالهای دیگری نیز رنج کشیدم و خدمت کسی را کردم که همه دردهای مرا از من ربوده بود. حال بگو، تو صبوری یا من؟ با هر جمله‌ای که از دل فاطمه بیرون می آمد سنگ گویی جان می گرفت، سنگین تر می شد، می لرزید و رنگش دگرگون می گشت. فاطمه نیز هرچه بیشتر می گفت بغض سالهای فرو خوردش بیشتر می شکست. از دلتنگی برای پدر و مادر گفت، از شبهایی که تنها در تالارهای خاموش گذرانده بود، از لحظه‌ای که خیال کرد خوشبختی در آستانه او ایستاده، از همان لحظه‌ای که همه چیز از دست رفت. سخنانش نه شکایت بود و نه کینه، روایتی رنجی راستین بود که سالها در سینه‌اش مدفون مانده بود. سرانجام با صدای آمیخته به اشک گفت: اگر تو نیز تاب این درد را نیاوری و خاموش بمانی، من دیگر تاب این زندگی را ندارم. هنوز این جمله تمام نشده بود که سنگ با صدای مهیب ترک برداشت
و به تکه های بسیار شکسته شد. در همان لحظه جوان که همه چیز را شنیده بود در را گشود و شتابان وارد شد. چهرش از اندوه و پشیمانی لرزان بود. کارد را از دست فاطمه گرفت و حقیقت چون نوری ناگهانی بر دلش تابید. تازه فهمید چه کسی سالهای جوانیش را از مرگ و خواب بازگردانده و چه کسی با نیرنگ جای او را رو بوده است. با چشمانی اشکبار از فاطمه پوزش خواست و از کوری دل خود گفت. سپیده‌دم فرمان داد تا حقیقت بر همگان روشن شود. کنیز مکار از قصر رانده شد و آنچه به نیرنگ به دست آورده بود از او گرفته شد. سپس در همان قصر که سالها شاهد خاموشی و اندوه بود، این بار جشن و روشنایی برپا شد. فاطمه پس از سالهای دراز رنج و بردباری به جایگاهی که سزاوارش بود رسید. دل زخم خورده‌اش اندک اندک آرام گرفت و سرانجام او و جوان زندگی تازه‌ای را آغاز کردند. زندگی که نه بر فریب بلکه بر حقیقت، صبر و وفاداری بنا شده بود. میگویند از آن پس هرگاه نام سنگ صبور در میان مردم می آمد، همه به یاد دلی می افتادند که سالها درد را در خود نگه داشت و در پایان حقیقت را با نیروی صبر آشکار کرد. و اینگونه بود که قصه فاطمه در خاطره ها ماند. قصه دختری که نه با خشم، نه با فریاد، بلکه با بردباری و راستی سرنوشت خود را از تاریکی بیرون آورد. اگه هنوز صدای منو میشنوی، امیدوارم که حالت خوب باشه. و اگه به آخر داستان نرسیدی، یعنی کارتو درست انجام دادی. امیدوارم جایی وسط قصه چشمات سنگین شده باشه و ذهنت آروم گرفته باشه. اینجا صدای خواب بود، جایی برای رها کردن روز و سپردن خودت به دل شب. خوابت آروم، شبت امن.